نمایشگاه فرا رسید و رفتم کارمو گذاشتم توی گالری و اینم کارمه. ویدیو کامل ساختشو اینجا لینک میکنم که برید ببینید بعد این ویدیو. موضوع نمایشگاه گالری سالس اتاق رستم بود. در واقع رستم بعد از اون همه مبارزاتش خونه نشین شده و غنیمت هایی که از جنگاش جمع کرده رو توی خونش این ور اون ورش چیده و کار آرتیستا چی بوده؟ اینکه این غنیمت ها رو بسازن و همچنین وسایل توی خونه رستم. و کلا رستم هم مثل بقیه پهلوانای ایرانی دنبال کاخ و اینجور چیزا نبوده. خیلی آدم خاکی بوده. واسه همین عنوان نمایشگاه اتاق رستمه. اینجا ما این مجسمه از زال و رودابه می‌بینیم رو دیوار. و سمت راست نمایشگاه که با رنگای صورتی تزیین شده بود و این هارمونی رنگای وایب جالبی رو ایجاد کرده بود برای اون محدوده. آثاری که توی این نمایشگاه بود قرار نبود عیناً داستان رستم رو روایت کنه. در واقع هر آرتیستی آزاد بود که دیدگاه خودش رو بیاره توی کارش. حتی میتونستن از المان‌های خیلی مدرن یا حتی طنز استفاده کنن توی کارشون. مثلا خود منم همین کارو کرده بودم. اون ساختمونه یه صدای تلق طلوقی میداد که حس تنهایی خونه رستم رو میخواست نشون بده. بوسه دیو و رستم رو اینجا میبینید که به همراه یک شمشیر به هم دیگه متصل شدن و به قول آرتیست این کار دعوا دیگه بسه، هم دیگه رو ببوسید بره. البته اون با این لحن نگفته بود، ولی من میگم. اینجا ظاهرا رستم رو میبینیم که در هیبت فیله. خدای من. اینجا کار یکی از آرتیستایی دیدم که خودم کارشو خریده بودم قبلا به اسم سر به تاج اکسسوریز که توی این ویدیویی که لینک میکنم کارشو آنباکس میکنم، میتونید برید ببینید. خیلی گل سینه خوشگلی خریدم ازش. کلا این میزه برای آرتیستای عجیبخانه عشقباز بود که موضوع بیشتر کاراشون هم دیو سپید بود. حالا هم جواهرات بود توشون، هم گل سینه بود، هم آویز بود. یه سری کارا با منجوق درست شده بود، یه سری گلدوزی بودن. کلا تنوع کارا توی این میز خیلی زیاد بود و آدم میتونست 1 ساعت نگاهشون کنه. اینجا یکی از مهمترین کارهای نمایشگاه رو میبینید بچه‌ها. که در واقع پرده نقالی 7 خانه رستمه، اما نه یه پرده ساده. چون که 3 تا گرافیتی آرتیست اینو کشیدن با هم دیگه و داستان رستم رو به سبک خودشون روایت کردن. من خودم واقعا عاشق گرافیتی ام. حتی حاضر بودم گرافیتی آرتیست باشم. البته اگه پسر بودم، چون بیشتر پسرا گرافیتی میکشن و من نمیدونم دقیقاً چرا. خیلی جو پسرانه‌ای داره. خلاصه که این کار از تاریخ معاصر به یادگار میمونه برای کسایی که هزاران سال بعد میخوان ببینن که ما رستم رو چطوری میدیدیم. اینجا یه سری کار سفال خیلی باحال میبینید. من خودم از اون دیو قهوه‌ایه که اون پشتا خیلی خوشم اومد. و این کار خانه 4 یعنی کشتن زن جادوگره که درش هم باز و بسته میشد و خیلی بانمک بود. این کار یه روایت شخصی از زال و سیمرغن روی کوه قاف. وین منم استنیم چطورین؟ خب مسخره بازی بسته، بریم سراغ یکی از جالب ترین کارها که یه انیمیشن لوپ پیکسل آرت بود. من خودم عاشق کارهای این آرتیستم و توی NFT هم خیلی کاراشو دوست داشتم. اون شیرابم که میبینید مصطفی صاحب عجیبخانه است که خودش هم مثل عجیبخانه عجیبه. حالا یه خاطره جالبم بگم. وقتی ما داشتیم فیلم برداری میکردیم فراستی یهو اومد. حالا نشد دیگه ازش فیلم بگیریم چون زشت بود یه ذره، ولی همه کارا رو با خاک یکسان کرد و من همینجوری داشتم میخندیدم. اون کار خودم هم مثلا رد شد ازش نگاه نکرد. دیگه هر کی نظر خودشو داره دیگه. و اون بیشتر کلا از کارهای رئالم خوشش میومد که مثلا من مخالفم با اون. کارهایی که یه ذره طنز داره بیشتر خوشم میاد همیشه. شما هم نظرتون رو تو کامنت ها بگید که کدوم یکی این کارا رو بیشتر دوست داشتید. پارتی بازی هم نکنید بگید کار منه. البته اگه بگید کار من خوشحال میشم، ولی نه واقعی بگید لطفاً. باشه؟ گوست میگفت که اگه یه لیست تهیه میشد واسه نمایشگاه و توش میگفتن که هر کسی چه آبجکتی رو برای خونه بسازه، اونطوری بیشتر شبیه خونه میشد. مثل اینجا که یکی میز ساخته و یکی گلدون. ولی به نظر من آرتیستا کلا محدودیت رو خیلی دوست ندارن. شاید یکم سخت میشد. یعنی رستم چرا باید وانتد باشه؟ حتی دیو سپیدم وانتده. اینجا یکم زوم میکنیم جزئیات این کار رو ببینید چون برای خودم خیلی بامزه بود. گاو. این کارها هم روی پارچه طراحی شده بودن. رستم مقام اول، دیو دامبولی زن مقام سوم.
این کارم برای علی اکبر صادقیه که یه آرتیست خیلی معروفه. من یه سری ماسک ساخته بود، اونا رو خیلی دوست دارم، تقریبا از همه کاراش بیشتر. اینم یه چلچراغ بود که توش از این میلای باستانی بود. ایدهش خیلی باحال بود. تابلوی گول بخور رو داریم که من خوردم، خوشمزه بود. به ما گفتن که این ضحاکه و چون که آدمای شر و دیوها از نور بعدشون میومده، اینجا یه لامپ گذاشته به نماد این که دیوه داره مغلوب میشه یه جورایی. این گوشه هم که کار منم اونجاست، جزو رنگ و رنگ ترین دیوارا بود. اینم ضبط صوت رستمه که گلچین صدای رودابه رو داره گوش میده. اون دو تا کار فلزی که میبینید تا حالا کلی زخمی داده، چون میگن پای خیلی گیر کرده بهشون افتادن. اینم یه تسبیحه که با کله های دیو و اینا مزین شده. و اینم دوباره منم در حال لذت بردن از نقاشی عظیم. یکی از کارهای مورد علاقه‌م هم همین فرشه بود که دیزاین و رنگ و ایناشو دوست داشتم در کل. بعضی بخشای نمایشگاه خیلی خوشگل بود. اینم یه تیکه خیلی خوشگلی بود که گفتم نشونتون بدم. البته در کل که همش خوشگل بود انصافا. خیلی هم نمایشگاه رنگ و رنگی بود و من با اینش خیلی حال کردم. میدونی جدی و خشک و اینطوری نبود دیگه کلا. اینم جزو کارهای مورد علاقه‌ام بود که دوتا مارمولک مثل ایگوانا بودن که روی سرشون کلاهخود رستم بود. اینم رستم در حال ولاگ نمایشگاه تموم شد. نظرتون رو بگید حتما. اگه از اینجور ولاگو دوست دارید بگید حتما. خدافظ.